7 تا کاری که وقتی واسه اولین بار میای استانبول اصلا نباید انجام بدی. شماره 1، اصلا توی فرودگاه سیم کارت نخر، چون وقتی رسیدی توی شهر میتونی با قیمت خیلی ارزون تری بگیری. شماره 2، با دلار خرید نکن. اول پولتو تو صرافی‌های معتبر داخل شهر و نه فرودگاه چنج کن، بعداً لیرتو خرج کن. شماره 3، وقتی رسیدی فرودگاه تا اونجایی که میتونی تاکسی نگیر، به جاش از اتوبوس‌های هاوایی است یا مترو استفاده کن. میتونی مسیر بعدی تو با تاکسی بری که خیلی ارزان‌تر برات تموم بشه. شماره 4، مدارک تو پول زیاد تو خیابونای شلوغ با خودت اصلا حمل نکن و اونا رو تو سیف باکس هتلت بذار. شماره 5، اصلا به کلابا و بارهایی که نمیشناسی مخصوصا میدون تقسیم نرو، چون ممکنه یهو با صورت حساب خیلی خیلی بالا روبرو بشی. شماره 6، اگه در آخر سفر تصمیم داری تکس فری خریداتو بگیری، حتما چند ساعت زودتر برو فرودگاه، چون خیلی شلوغه و ممکنه از پرواز جا بمونی. شماره 7، وقتی که سفرتون تموم شد می‌خواید برگردین ایران، به هیچ عنوان بار هیچ کسی رو قبول نکنید به هیچ قیمتی، چون ممکنه کلی دردسر براتون پیش بیاره. به نظر شما توی استانبول دیگه چه کاری نباید انجام داد؟ 8مین مورد رو شما بنویسید.